دوستان این صحبت‌های اخیری که رئیس جمهور تاجیکستان در مجلس نمایندگانشان بیان کرد و مطرح ساخت، نمیدونم کیها این سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان را دید یا ندید، در خیلی اخبار هم پخش شد، ولی خدا شاهده من دیدمش، فکر کردم که اصلا برای جامعه و برای کشوری ما گفته و برای مردمی افغانستانی ما این صحبتاش را مطرح کرده. صحبتاش اومد بیان کرد، در صحبتاش گفت ببینید امروز دیگه زمانی این نیستش که ما دنبال مسجد و مدرسه ساختن و اینا باشیم و یا اینکه دنیا دنبال این باشه که بیاد دین و مذهب و مسجد و مدرسه و اینا رو از ما بگیره. امروزه دنیای کنونی و دنیایی که وجود داره دنبال علم، آگاهی، تکنولوژی، معرفت، هنر اینا هستش و چقدر این صحبتاش، این حرفاش تطابق داره به کشور ما و بر دنیای امروزی کشور عزیز ما. واقعا دو تا چیزی که فعلا البته قبلا هم در دنیای کشور ما وجود داشت، در وسط مردم ما، در عقیده و مفکوره های ما مردم افغانستان وجود داشت، ولی امروزه چقدر این زیاد شده. یکی این مسئله این که درس تعلیم و درس خواندن، خیلی ها قبلا به این عقیده بودیم که خب خیلی ها درس نخوندن ولی سرمایه‌دار شدن، شغلی آزاد ایجاد کردن، پولدار شدن، چنان شدن، ولی هیچگاهی فکر نکردیم که دنیای کشوری ما و افغانستان عزیزمون به کشورهای اروپا و آمریکا و جاها فرق داره. اگر شاید بعضی افرادی که اونم بعضی مثال میزنیم، نمیدونم ایلان ماسک یک نفر میگه، نمیدونم بیل گیت یک نفر میگه، خب شاید در اون دنیا، در اون فضا و در اون کشوری که اون بوده سرمایه اقتصادی خوبی داشته که تونسته به یک جایی برسه. اما در افغانستان ما به نظر شما چی فکر میکنید اگر ما این مسیری درس را از دست بدیم که امروز واقعا کم رنگ شده، واقعا کم انگیزه شده و خیلی کم توجه میشه براش؟ درس خوندن، تحصیل کردن، زبان یاد گرفتن، اینا چیزای اساسی و چیزای مهمی هستن که فعلا از تمام کشورهای دیگه که مهم برای ما جوانای افغانستان و مهم برای کشور ما افغانستان هستش، چون ما اینا رو واقعا از دست دادیم. البته من نمیخوام اینو بگم که مثلا درس خوندن منظورم از همون 10 سال و 5 سال و 4 سال یا نمیفهم سالهای قبل بود که مردم به این عقیده بودن که فقط دانشگاه برن، مکتب برن، اون مدرک و اون سند تحصیل رو بگیرن، فارغ باشن. ما به اندازه کافی از دانشگاه ها فارغ داریم، از هر رشته‌ای که بخوای. ولی من میگم در دنیای فعلی که وجود داره، اگر ما به این عقیده هستیم و باید هم باشیم که تنها راهی به یک جا رسیدن و تنها راه نجاتمون از خودمون، از فامیلمون، از کشورمون و آینده کشورمون درس خوندن هستش، باید خوب بخونیم. یعنی در اون فیلد، در اون رشته‌ای که هست، رشته نمیدونم کامپیوتر ساینس هستش، رشته زبان هستش، اقتصاد هستش، حقوق هستش، هر رشته‌ای هست، باید خوب بدرخشیم که بدون از اینکه ما دنبال کار باشیم، بدون از اینکه ما دنبال پوزیشن و جای دیگه‌ای بگردیم، جامعه و مردم و دولت ما را جذب بکنن. و چون همه رقم هم هست، واقعا اگر در اون رشته‌ای که خیلی هامون به همین عقیده هستیم که خب خیلی ها درس خوندن بیکار هستن، شما یک نفر را نشون بدین که از بخش برنامه نویسی فارغ شده باشه، مثلا برنامه نویسی عالی یاد داشته باشه و بعد بیکار باشه، خب قطعا من که مثلا از برم اقتصاد بخونم، از زراعت فارغ شده باشم، هیچ چیزی نفهمم که دنیای زراعت چه هستش، نه چیزی درست کرده بتونم، نه داروی ساخته بتونم، خب بیکار میمونم دیگه، نه مهارت یاد داشته باشم. پس برای این میگم تنها راه نجاتمون درس و زبان خواندن هستش، ولی باید خوب بخونیم، خوب دل بسوزونیم، هم بالای خودمون و هم بالای اون رشته و اون بخشی که ما وقت میگذاریم، هزینه میکنیم و از همه مهمتر توجه داریم براشون. بیایید این فضای درس، تعلیم و آگاهی را کمرنگ نسازیم دوستان عزیز. در فضای مجازی ما و شما، در نمیدونم غیر فضای مجازی، دنیای حقیقی کشورمون انگیزه بدیم، تشویق بکنیم که دوستان و عزیزانی که داریم این را از دست ندیم، وگرنه دیگه هیچی برامون باقی نمیمونه. موفق باشید.